محمد گلزار رفیقته، زنگ بزن بپرس. اومد فیلم شیشه بشه بازی کنه، بهش گفتم برای من فردا قیلون بیاری با امین عیایی. بپرس ازش دیگه. برای من قیلون آورد، امین عیایی آورد. شیشه بشه دیدی که لاتی دیگه مد نیست. شاهرخ استخری رفیقته دیگه، بپرس. رفته بود پیش دادستان کرج، گفت بود من میخوام یه فیلم لاتی بازی کنم. بعد برم کدوم لاته تو کدوم زندان ببینم از همه لات تر باشه، اسمی تر باشه. من 4 تا تیکه لاتی ازش یاد بگیرم. ملاقات میخوام باشه یه ساعت صحبت کنم. نامه نوشته بودم به رئیس سازمان زندان، معروف ترین زندانی تو معرفی کنید بهش. گفته دادن هانی خواندار اومد با من 1 ساعت و نیم ملاقات کرد. بپرس. آخرین سری هم تو فرودگاه استانبول دیدمش، داشت میرفت استانبول، که اونجا بره اتریش فکر کنم. من خونم استانبول، اونجا دیدمش. بعد عرضم به حضورت تو اون همه زندانا، اون همه آرسل پونا تو اونجا جمع، من اونا رو جمع میکنم. وکیلان جو افسانه یما مگه میتونه اونا رو جمع کنه؟